نه، محفل ختم کنین. شما دو شاهین بلند پرواز هستین که از فراز کوههای پامیزاد این سرزمین آریانا را اداره و حمایت میکنین. هیچ وقت با هم مقابل نشین. فهمیدین؟ بله پدر. با کاوس میگی به دفتر کار میدن. اطاعت میشه خانم. اینه جناب، امری که گفته بودین بجای شد. آفرین جوشن، اما چیزی را که میخواستم. ممنون. ارتا، امانتی مرا آوردی. تشکر. این بهترین زار است که در مینیا پیدا میشه. میفهمم که تو زبان مرا میفهمی، اما افسوس که گپ زده نمیتانی. اگر نه تو را به این قصر خود نگاه میکنم، ولی میفهمم که از راه بسیار دور آمدی. امی یک لنگک مرغ نوش جان کو. بکن بگی بخو. آفرین. ما به تو در دربار ضرورت دارم. آراستی
از یادم رفت. جناب کاووس، شما در جنگل چی میکنین؟ ما برای تفریح آمده. در روز میشه که جناب شاه شما سرگردان میگرده. در قصهش نباش. ما اینجا آمدیم که وقت خود خوب دیر کنم. بگی میفهمی؟ ای از این مرغای دشتی است. بسیار کباب خوب است. تشکر. اما ما جناب کاووس، من یک سوال دارم. چی سوال؟ من نمیفهمم که در امی کارا مرا چرا دخیل ساخته. بسیار خوب شد که پرسان کردی. ای را باید وقت پرسان میکردی مگر عالم سر وقت است. تو خبر نداری پدرت فولاد او یک وقت پاچای کندهارا می شد. اینمی شاه عزیز برش زار داد و او را کشت. میفهمی به خاطر از که خدا پنهان کرده باشند تو را گرفتن آوردن و در درون دربار تو را قماندان دربار ساختن. اصل گپ فهمیدی که گپ در کجاست؟ و او وقت خورد بودی تو از این گپا خبر نداشتی. حالی فهمیدی که چی گپ است؟ من خو این گپا را نمیفهمیدم، اما حالا میفهمم که شاه شما را میخواه که ببینه. ما باید برم کالای خود تبدیل کنم و ترکیبات بگیرم که برم پیش شاه. کاووس، این عمل شما بغیر از جنگ افروزی بین دو پسرم چی تعبیر دیگه میتونه داشته باشه؟ شما دو شمشیر تیز و برانکه از رقاصی سوریایی که دوستان است به دست آورده بودین و به دو پسرم دادین که با هم برزمن. شما این عمل چه قسم تفسیر میکنین؟ جناب شاه، ما در یک کدام مطلب خاص نداشتم. من میخواستم قهرمانی دو شاهزاده را برای مردم نشان بدم شاهکاریشه و کدام مطلب دیگه نداشتم در اینجا. جناب کاووس، شمشیر در هر تفسیر علامت جنگ است. ما در مراسم عروسی آزیلاس پسرم یک نمایش بی آلایش و صلح‌آمیز میخواستم. شما رقم که فکر میکنین فکر کنین، مگر مطلب من هیچ غلطی نبود. شما مختار هستین، هر قسمی که میگن شما خودتان میفهمین. من باید از پیش شما مرخص شما باید برو. نه، فقط ما برات گفتم میتونم که چی وقت باید بری و چی وقت باید نری. هنوز سوالات ما مانده. بفرمان. برای ما گزارش رسیده که کاروانهای تاجران در راه میان هریوا و زرنج مورد تاراج رهزنان قرار گرفتند. شما به حیث شخص دوم و سپهسالار مملکت از این موضوع خبر دارین؟ من از همه چیز خبر دارم، مگر امیر میفهم که تمام شو نگهبانان از ور خواب برده بود و در اینجا گناه ما چی است؟ کاووس، وقتی اونا خواب بودن ما باید بیدار می بودیم. تو دیگر لیاقت حمله ای شمشیر نداری. شمشیرت بر ما میتی و از دربار ما خارج میشی.
نگهبان جوشان. بفرمایید شاه بزرگ. فوراً میری به برلاس میگی پیش ما بیان. اطاعت میشه. برلاس، ای شمشیر سپه سالاری سرزمین آریاناست. ما ایره برای شما میتم. شما از این به بعد شخص دوم مملکت و سپه سالار سرزمین آریاناستین. شاه بزرگ، مدت است در از نظامی ما دور مانده. لطفاً این برای یک از شاهزاده ها تسلیم نمایید. نخیر جناب برلاس، شما از تجارب کافی در امور نظامی برخوردار هستین و در کنارش هم باعث دبیر در دربار ما کار کردین. شما از همه بالاتر توانایی خدمت به وطن و صداقت و خدمت به مردم دارین. این از جمله خاصیت‌های والای انسانی است. این از همه مهمتر است. سپهسالاری شما مبارک باد. لطف شماست. پگاه برو کارت تبدیل کن که معبد میریم. بله. جوشن پدر من نیدی؟ جناب شاه عزیز هم اینجا بودن. خواستن به قدم زدن به طرف معبد برن. پیش ملکه ورنا. چی خبر آوردی؟ ملکه ورونا به معبد رفت و شاه هم به باغ به قدم زدن. خوب، بابا با قدم زدن. بله جناب. ممنون است جناب. ممنون است. چی فضای غم‌انگیز است. سشتانا خودت رحم کن. حس میکنم یک خطر جدی متوجه کشورم است. باید خودم شخصا به جستجو بپردازم. چطور است؟ خوشتان آمده؟ بسیار زیبا است و چشم دیاتی بسیار مقبول است، اما به نظر من چندان چیز نیست. من به دیاتی بودنیم افتخار میکنم. سروش لطفاً. نظر من بسیار مقبول است برادر. شکر. آدینا کن برو. پدر مجسمه تو را می سازد. چند ماه پیش امرای استادمان گپ زده. از فرق نمیکنم، ما و سروش بسیار مصروف هستیم. پدرم کجاسته؟ به خیالم قدم زدن برآمده. صدا کی بود؟ خیالم صدای پدرم است. پدر خوب میشی.
با آرامی نفس بکش. پدر زخم بسیار عمیق است. تیر بر قلبش را بد کرده. باید تیر قطع کنیم. نه طبیب بخوای. نه راست میگین. بان که پدرم به آرامی جان بده. پدر لطفا چشمایت آواز کن. تو شاهزیز هستی. تو نمیمری پدر. تو نمیتونی بمری. عزیلاس بله پدر. او وطنتانه نگاه کنی. دشمن دما باینده خانه ناس یاد تشتا کار کنم نامرد است. من قاتلت به دست خود میکشم پدر. پدر کمک کنین که پدرم از اینجا ببرین. شمشیر عزیز کدام موقع شده؟ عزیز خوب است؟